پیام نوبتی جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 و 19 شهر خوجند نیز تماشا داشتند. هنگام تماشای دستجمعانه از جانب سرور دولت قید کرده شد که ما تا امروز برای پیشرفت ساحه‌های علم و معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی اهالی، فرهنگ، تطبیق سیاست جوانان، زنان و عائله و رشد ورزش کارهای زیادی را به انجام رسانیدیم. در مرحله کنونی پیشرفت تاجیکستان به ساحه‌های علم و معارف افضلیت اولین درجه داده می شود، زیرا آنها در تحکیم پایه‌های دولت دموکراتی و حقوق بنیاد دنیوی نقش کلیدی می بازند. سال جاری به مبلغ 500 میلیون سومانی 130 مؤسسه‌های تحصیلات عمومی با زیاده از 32,000 جای نشست به استفاده سپرده شد. از این شماره 32 مؤسسه با قریب 10,000 جای نشست از حساب صاحبکاران و شهروندان سخاوتپیشه کشور به مبلغ بیش از 122 میلیون سومانی بنیاد شده. حصه آنها در ساختمان و تعمیر و ازنوسازی مؤسسه‌های ساحه معارف و دیگر بخش‌ها روز به روز افزوده ایستاده است. سال 2020 ساختمان 181 مؤسسه تحصیلات عمومی در حجم 900 میلیون سومانی با مهیا نمودن 54,000 جای نشست پیش بینی شده است. تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی 128 مؤسسه تا مکتبی و 338 مؤسسه تحصیلات عمومی بنیاد گردیده در مجموع 1332 مؤسسه تعلیمی و تا مکتبی ترمیم و تجدید کرده می شود. علاوه بر این حالا با سعی و کوشش صاحبکاران زیاد از 400 مؤسسه فرهنگی، 105 بیمارخانه و درمانگاه، 257 مرکز سلامتی و 467 بنگاه طبی بنیاد و تعمیر و ازنوسازی شده ایستاده است. راهبران و کارمندان ساحه معارف را ضرور است که در برابر چنین دستگیری‌های دولت و افراد وطندوست سطح و صفت تعلیم را در هر یک مؤسسه تعلیمی صرف نظر از شکل مالکیت آنها و در همه زینه‌های تحصیلات بلند بردارند. اینچنین نظارت از خودکنی دانش‌های زمانوی را پرزور گردانیده نورسان و جوانان را به مطالعه کتاب‌های بدیعی و علمی تشویق نمایند، قابلیت ایجادی آنها را تقویت بخشند و به تعلیم فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی توجه بیشتر ظاهر نمایند. و قید کردن لازم است که در برآمد خود جناب عالی عاید به سیاست پیشگرفته خود در سیاست داخلی و خارجی وظیفه گذاری کردند و قید کرده شد که این سال در مؤسسه‌های تعلیمی باید نوبسته از شکل مالکیتشان به آموزش فن‌های ریاضی، طبیعت شناسی دقت مخصوص دهند و باید که 20 سالی این فن‌ها رو اعلان کردند و با این مسئله باید ما دقت مخصوص دهیم در مؤسسه‌های تعلیمی. برای این باید که معلم‌های فن‌های دقیق ریاضی، طبیعت شناسی باید دانشی مکمل داشته باشند، از بالای خود کار کنند و سطح درس‌ها بلند گردد. پیشنهاد گردید که به خاطر باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کرده شوند. وزارت معارف و علم، اکادمی علم‌ها و دیگر وزارت و اداره‌هایی که در ساختارشان مؤسسه‌های تعلیمی دارند وظیفه دار کرده می‌شوند که نقشه چاره‌بینی‌ها را دایر به این مسئله در مهلت 3 ماه به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند. اینچنین پیشنهاد کرده شد که همه سال المپیادهای جمهوریوی، ولایتی، شهری و ناحیوی را عاید به علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در همه زینه‌های تحصیلات برگزار نموده غالبان آزمون‌ها از جانب وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها از لحاظ مادی و معنوی قدردانی و هوسمند گردانیده شوند. مردم مملکت برای اجرای نیازهای دینی خود در یک مدت کوتاه صاحب استقلالی زیاد از 5,000 مسجد بنیاد کردند. من همچون یکی از کارمندان معارف خرسند از آن هستم که به ساحه معارف مثل هر وقت مثل پیام‌های دیگر دقت مخصوص داده شده است. اینچنین قید کرده شد که همین آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من زیر سرپرستی خود سروری دولت هر سال برپا کرده شود که این اقدام خیلی نجیب است. اینچنین اهمیت جدی دادن به معیوبان، بی‌پرستاران، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی آنها و ما باخبر شدیم که از ماه سپتامبر مزد معاش آموزگاران، کارمندان ساحه معارف و 15% بلند برداشته می شود که این من فکر می کنم اینچنین غمخواری سروری دولت در حق کارمندان ساحه معارف، ساحه بودجوی می باشد. گزارشی پروین احرار و نادری نسیمزاد برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.